یه معلم سر کلاس به شاگرداش گفت که یه مثال بزنید که حدس زدن رو مشخص بکنه. یه دختر دستشو بالا کرد و گفت امروز مادرم داشت با دست ظرفاشو میشست، احتمالاً حدس میزنم ماشین ظرفشوییمون خراب شده. معلم گفت آفرین مثال خوبی بود. یه پسر دیگه دستشو بالا کرد و گفت که بابام امروز ماشین لامبورگینیشو از خونه بیرون نبرده، به جاش ماشین گلفشو با خودش برده، احتمالاً با شخص مهمی امروز ملاقات نداره. معلم این نگاه کرد گفت آفرین حدست خوب بود. در آخر یه پسر بچه شیطون دیگه هم دستشو بالا کرد گفت خانم ما هم بگین یه مثال. معلم هم گفت تو هم بگو. گفت من امروز دیدم پدر بزرگم با یه بسته روزنامه زیر بغلش داره سمت جنگل میدوه. معلم سری صحبتشو قطع کرد گفت که این که دلیل نمیشه پدر بزرگت حدس میزنه چی کار میخواد بکنه. گفت صبر کن خانم. یه لحظه خندید و گفت که من حدس میزدم که پدر بزرگم میخواد بره حسابی تو جنگل برینه، چون پدر بزرگم که اصلا سواد خوندن نوشتن نداره که